سلام بینندگان گرامی، آغاز باز یک هفته نو برایتان خوش و باقرار باد. عبدالله اشرف هستم همراهتان و در این نشر نوید بامدادی خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را برایتان تقدیم میکنم. امروز دوشنبه 26 اکتبر و ساعت به وقت شهر پراگ 7 صبح. در مرز میانی تاجیکستان و قرقیزستان واقع در منطقه خواجه علای جماعت چارکوه اسفره نصف روزی 25 اکتبر صدای تیرپرانی شنیده شده است. ساکنان دهه خواجه علای شهر اسفره به رادیو آزادی گفتند که آنها لوله آبی آشامیدنی را که از زمان شوروی استفاده میشد در موضع ملا ملک تعمیر کردنی بودند، ولی مرزبانان قرقیز به هوا تیر کشیده مانع کارشان شدند. مقامات مرزبانی دو کشور فوراً به این حادثه واکنش کردند. خاور خبرگزاری دولتی تاجیکستان از قول مقامات مرزبانی خبر داده است که 25 نفر سرحدبانان قرقیز از ساکنان طلب قطع کار در این موضع را کردند. دفتر مطبوعاتی کمیته مرزبانی قرقیزستان در یک اظهارات گفته است که شهروندان تاجیکستان در منطقه بحثی لوله آب میکشیدند و به هشدارهای مرزبانان گوش ندادند. در این حالت به گفته آنها مرزبانان قرقیز به هوا تیر خالی کردند. اما آژانس خاور از قول دفتر مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نوشت که این قطعه قلمرو جمهوری تاجیکستان است. مقامات تاجیک و قرقیز گفتند که کارها در این منطقه مرزی قطع شده است و دو جانب سر این مسئله گفتگو دارند. تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر مرز دارند که تاکنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. دو طرف با وجود گذشت سالها نتوانستند سر منطقه‌های بحث برانگیز به سازش رسند و خط مرز را بکشند. از این رو زود در منطقه‌های بحثی مناقشه میان ساکنان دو جانب سر می‌زند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای برقرار کردن پروازها میان تاشکند و دوشنبه به موافقه رسیدند. در این باره وزارت نقلیات ازبکستان اطلاع داده است. طبق معلومات پیشکی نخستین پرواز هواپیما بین پایتخت‌های تاجیکستان و ازبکستان روز 28 اکتبر صورت می‌گیرد. پروازها از تاشکند به دوشنبه هفته یک مرتبه روزهای چهارشنبه انجام داده می‌شود. هواپیماها هفته یک مرتبه روز پنجشنبه از پایتخت تاجیکستان به ازبکستان پرواز خواهند کرد. پروازها میان دو کشور از 16 مارس بنابر خروج کرونا ویروس نو قطع کرده شدند. در صورت آغاز شدن پروازها میان ازبکستان و تاجیکستان این سومین کشوری خواهد بود که پروازها با تاجیکستان از سر گرفته می شود. تاکنون پروازهای معمولی از تاجیکستان تنها به سمت ترکیه و امارات متحده عرب صورت می گیرند. پروازهای معمولی به روسیه بسته باقی می ماند. بنابر جدولی مقرر کرده وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از روسیه هر روز تا 5 پرواز چارتری از جمله 3 پرواز از مسکو به دوشنبه تا 1 نوامبر انجام داده می شود. پروازهای چارتری را تنها شرکت سامون ایر انجام می دهد. سنه برقرار شدن پروازهای منتظم میان تاجیکستان و روسیه هنوز معلوم نیست. سویتلانا تیخانوفسکایا نامزد مخالفان حکومت بلاروس در انتخابات پرزیدنتی اخیر این کشور در پی سرکوب دوباره اعتراضگران در روز یکشنبه 25 اکتبر اعلام کرد که از روز دوشنبه کارپرتایی سرتاسری آغاز می شود. تیخانوفسکایا پیش از این به الکساندر لوکاشنکو از طرف ملت ضرب الاجل و یا اولتیماتوم داده بود که تا بگاه یکشنبه 25 اکتبر از مقامش کناره‌گیری کند، وگرنه از مردم دعوت میکند که کارشکنی را آغاز کنند. گزارش را در این باره همراه میبینیم. بیش از 100,000 نفر روز یکشنبه در مینسک پایتخت بلاروس با وجود حضور نیروهای زیاد انتظامی به کوچه و خیابان‌ها ریختند و راهپیمایی کردند. راهپیمایی در حال برگزار شد که وزیر امور داخلی بلاروس هشدار داد مردم نباید در گردهمایی‌های بدون اجازت شرکت کنند. بر اساس گزارش بخش بلاروسی رادیوی آزادی با حرکت 10,000 نفر از اعتراضگران به طرف میدان استقلال مینسک که پرچم‌های سرخ و سفید جنبش مخالف حکومت بلاروس را با خود داشتند، نیروهای امنیتی به طرف آنها نارنجک‌های گیج کننده پرتاب کردند. برای پراکنده کردن اعتراضگران از تیرهای پلاستیکی نیز استفاده شده است و در نتیجه یک نفر زخم برداشته است. پرتاب نارنجک گیج کننده نیز باعث زخمی شدن یک نفر شده است. همزمان گروه‌های حقوق بشر گزارش دادند که بیشتر از 120 نفر را بازداشت کردند.
به نوشته خبرگزاری‌های روسی تاس و ریا نووستی، پلیس بلاروس استفاده چنین سلاح‌ها را تایید کرده است. سویتلانا تیخانوفسکا روز 25 اکتبر با نشر یک بیانیه گفت که رژیم بار دیگر به بلاروس‌ها نشان داد نیرو تنها ابزاری نیست که می‌توانند به کار برند. از همین سبب از فردا 26 اکتبر کارشکنی آغاز خواهد شد. و پیش از این از مردم بلاروس خواسته بود که با ماندن در خانه‌های خود در روز 26 اکتبر در کارشکنی اشتراک کنند. تا کنون بیشتر از 12,000 نفر در بلاروس در جریان اعتراضهای اخیر بازداشت شدند و 10 نفر نیز شکنجه شدند. اتحادیه اروپا و آمریکا حکومت لوکاشنکو را به رسمیت نشناختند. ترکشی مرگ طلبانه در غرب شهر کابل جانی دست کم 14 نفر را گرفته 35 کس را زخمی کرده است. طریق آریان سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان گفته است شخصی بمبگذار قصد داشت به یک مرکز آموزشی در محله پل خشک دشت برچی حمله کند، اما پیش از حمله شناسایی شد و کمربند انتحاری خود را منفجر کرد. شماره قربانیان انفجار ممکن است تغییر کند. تا حال هیچ گروه مسئولیت ترکش را بر عهده نگرفته است. جنبش طالبان اعلام کرد که انفجار کاری دستی آنها نبود. در ملاوی، یکی از کشورهای فقیر افریقا که بیشتر از نصف مردمش فقیر و بینوا هستند، بیماری کووید 19 بلای دیگری بر سر این مردم آورد. به سبب سست شدن رشد اقتصاد و کمتر شدن امکانات برای کار و پیدا کردن روزی، ساکنان بعضی از روستاهای این کشور به شکار و فروش گوشت موش آغاز کردند. آنها میگویند به همین وسیله دیگران را میخورانند و عائله های خودشان را هم از گرسنگی نجات میدهند. همکارم طاهری سفر گزارش میدهد. در ملاوی موشی تفت داده شده یکی از خوراک‌های خوشمزه به حساب می رود. فروشندگانش اساساً آن را در کنار شهرهای می فروشند که شهری تجارتی بلندتر و پایتخت لیلونگوی را به هم می پیوندد. برنارد سیمیون موش شکار می کند. در عهد پاندمی کرونا ویروس تجارتش اهمیتی بیشتر پیدا کرد. بعد ظهور کووید 19 زندگی سخت شد. در نتیجه ما به شکار و فروش موش رو آوردیم که روزمان گذرد. اساساً بچه‌های روستا موش می‌دارند، آنها را با دود از لانه‌هایشان بیرون می‌آورند. بعدا میپزند، نمک میزنند و یا خشک میکنند. بعضی از ساکنان ملاوی احیانا موش میخورند، ولی برای عائله سیمیون گوشت موش یگانه گوشتی دسترس است. بسیار وقت ما فقط از حساب شوهرم زندگی میکنیم اگر کار کند، اما وقتی زندگی سخت میشود روزمان به گوشت موش میماند، چون پول برای خریدن گوشت دیگر نداریم. ممکن است بگوید که نباید گوشت موش را خورد چون خطرناک است، ولی مقامات ملاوی به مردم نمیگویند که نخورید. اگر در محل شما گوشت موش میخورند یا هر کسی میخورد باکی نیست، چون منبع سفیده است. برای گرفتن مقدار ضروری سفیده شما هر چی خواهید میتوانید بخورید. تا رسیدن کرونا ویروس 50% اهالی ملاوی بینوا بود. تا حال در کشور 6,000 نفر به کووید 19 مبتلا شدند، اما اقتصاد و مردم عذاب بیشتر میکشند. اگر کرونا ویروس نابود هم بشود، شاید گوشت موش همچنان یک خوراک مهم این مردم میماند. حبیب نورماگомедوی روسیایی که جاستین گیجی امریکایی را شکست داد، بار سوم کمربند قهرمانی UFC را در وزن سبک حفظ کرد. مبارزه بین نورماگомедوف و گیجی اولین قوه آزمایی در مسابقه UFC در ابوظبی امارات متحده عربی بود که شب شنبه 24 اکتبر برگزار شد. مبارزه پرشدت گذشت و در دور دوم حبیب با اصول باقی کردن حریفش را شکست داد. بیننده ارجمند، در پایان این نشر نوید بامدادی همچنین نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که امروز بانک ملی تاجیکستان معین کرده است، $1 آمریکایی 10 سامانی و 33 درم، 1 یورو 12 سامانی و 25 درم و 1000 روبل روسی 134 سامانی ارزش دارد.
اینجا برنامه نویدی بامدادی را به انجام میرسانیم. برنامه‌های نو و جالبی ما با تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان دوام روز تقدیم شما میشوند. ما را همراهی کنید.